غافل مشو که عمر عزیزت دوباره نیست. در بندگی بکوش که فرصت همین دم است، زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست. عزیزان، از مرگ چاره نیست، اما مرگ بعض انسان ها این برای عالم عزیزان موت عالم است. چنانکه که بزرگان میگویند موت العالم موت العالم، این موت انسان های عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام این موت عالم است. موت این گونه انسان ها از بین رفتن علم و دانش است. امروز عزیزان اهل اسلام یک صندوق پر از علم و دانش به زیر خاک می رود. عزیزان اهل اسلام، خداوند علم را از میان ما و شما بندگانش به برداشتن و از بین بردن قرآن و سنت از بین نمی برد، بلکه علم را به سبب از بین بردن علما و دانشمندان دین از بین می برد. کسانی که امکانیت استفاده کردن، فرصت غنیمت دانستن، از حضرت استاد علم حاصل کردن، مانند حضرت فرمان و دیگر شاگردان دارد حضرت که بسیار شخصیت های بزرگ و معتبر در کشور ما هستند، خوشا به حالشان که از حیات ایشان استفاده کردند. اما کسانی که حیات ایشان را غنیمت ندانستند، فرصت غنیمت ندانستند، امروز علم به زیر خاک می رود. عزیزان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه روایت میکند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم